یا مفاصل میخوایم که اول بفهمیم که جوینت و مفاصل چیست. بعد از اون باز یک تعریف شکل کنیم. بعد از تعریف که چند نوع مفاصل داریم و مفاصل مشهوری بدن در کجا قرار دارد. اول تعریف مفصل چی است که می‌بینیم؟ یک جای شدن دو یا چندین استخوان به نام مفصل میشه. برام چی یاد میشه؟ مفصل. فکر میکنی یک مفصل است؟ یعنی ما گفتیم یک جای شدنی دو یا چندین استخوان به نام مفصل می‌گیریم. این دو استخوان که با هم یک جای میشه اینو به نام مفصل می‌گیریم. دو استخوان. این وظایف مشخص انجام میده. بدن ما که از زیادتری استخوان همراه یک دیگه یک جای شدنی هستند و مفاصل خود وظیفه خود انجام میده. بدن انسان از سه نوع مفصل ساخته شده. مفصل که ما نام می‌گیریم یعنی انواع مفصل. یعنی اول که از به نام مفصل متحرک نام می‌شود. مفصل چی مانا؟ مفصل متحرک به این مانا که در بدن ما مفاصل حرکت داشته باشه. مثلا مفاصل دست، مفاصل پا. صحیح؟ اینو میگه مفاصل متحرک. یعنی چی مانا؟ مفاصل متحرک که حرکت داشته باشه. اینو مفاصل متحرک میگه. مثلا مثال میگم. مثالش مفاصل دست د لاس مفصل کوم دی استاد؟ لاس دا مفصل. دا ګوتې کې مفصل شته. دا بند استاد کنه؟ مفصل صحیح کو ار استخوان باندې استخوان یې جای شده لا استاد دا کل دا صار مفصل ولا شي؟ دوی مفصل متحرک شد. دوم این میگه مفصل نیمه متحرک یا مفاصل نیمه متحرک. مفاصل نیمه متحرک یعنی مفاصل کی حرکتش مکمل نباشه، نصف باشه، نیم باشه. مثلا مفاصل ستون فقرات است، مکمل حرکت نمیکنه، نیمه حرکت میکنه. یا استخوان چیز فقرات سکرو مشون میشناسیم، او حرکت میکنه، نصف حرکت میکنه. به این خاطر ما میگیم که مفصل به حرکتی چیشته سوره نیمه داشته باشد. مثلا لاس متوانه فقرات سکرو فقرات چی؟ سکرو. سوم کس سوم مدار مفاصل غیر متحرک، یعنی هیچ نوع حرکت نداشته باشه. برای ما میگیم مفاصل غیر متحرک. مفصل یا مفاصل غیر متحرک. غیر که هیچ نوع حرکت نداشته باشه. مثلا مفاصل سر پس سر مفاصل است، استخوان هم را یک جای شده بیره مفصل است. بازی چی میشه؟ این حرکت نمیکنه. یعنی استخوان پریتال اینجا، استخوان پریتال اینجا، استخوان فرونتال اینجا، اکسیپیتال است. این تمام استخوانایی که با هم میگیم مفصل ساخته این حرکت نمیکنه. این ثابت مونده. پس که هیچ نه حرکت نداشته باشه.
مثلا استخوان‌های سر یا مفاصل سر، مثلا این حرکت نداره. اگر حرکت می‌داشت شما در یک جا داخل میشید، اول سر قاط می‌کنید، باز داخل میشید. این دیگه حرکت چیز نداره. پس این سه نوع عموما اون سه نوع مفصل. صحیح شد؟ دیگه چی هست؟ این مفاصل متحرکی هست. مفاصل متحرک از خود یک چند نوع حرکات داره. هر حرکتی که شما انجام میدید، این حرکت شما میگه که این حرکت تصویری انجام شد. مثلا هر وقتی که وضعیت در که تو ایستاد هستی، حرکتی که از خط مرکزی دور میشه به نام ابدکشن یاد میشه. ابدکشن. هر وقتی که به خط مرکزی دور میشه به نام ادکشن یاد. هر وقتی که شما قاد میکنی یک مفصلی به نام فلکشن یاد میکنی. پس که باز میکنی به نام اکستنشن یاد میکنی. هر وقت یک حرکتی دایروی مکمل نیست میدی به نام روتیشن یاد میکنی. اما هر وقتی که حرکت دایره مکمل میدی اینو ما هم سرکمفلکشن یاد میکنیم. فکر است؟ هر وقت کف پا به مرکز نزدیک میگیره این ورژن میگه. هر وقت برعکسش میگیره اینو ای ورژن میگه. این اصطلاحات است که استفاده میشه. وقتی انسان این وضعیت میگیره برام سوپاینیشن میگه. صحیح؟ خب میگیره سوپاینیشن میگه. پس برعکسش جو بدل کی چیز حساب چیز میشه اور برای پرونیشن میگه. این اصطلاحات من نمیشتم کنم. اصطلاحات مفاصل متحرک. اول از ما میگم فلکشن. خود کردن دست مفصل است. این دست این استخوان این استخوان هر دوش یک مفصل ساخته اینجا نه دیگه قاد میکنه به فلکشن. مگر برعکس ازی دیگه باز اکستنشن. سومش ابدکشن. چهارمش ادکشن. ابدکشن هر وقتی که یک عضو بدن از خط مرکزی دور میکنی این رو به نام ابدکشن میاد. دست از نه از خط مرکزی دور میکنی این رو به نام ابدکشن میاد. پس برعکسی که به خط مرکزی نزدیک میکنی این رو به نام دور از خط مرکزی نزدیک به خط مرکزی. دور از خط مرکزی نزدیک به خط. دیگه چی است؟ مفاصل متحرک حرکت انجام میده که بهش روتیشن است و دیگهش به نام سرکمفلکشن است. این حرکت دایره‌ای نصف است. مکمل نیست. حرکت دایره‌ای نصف. شکلی چیست؟ و این یک حرکت دایروی مکمل. مثلا این دستوی این مفصل است، استخوان همورست است، در گلیبرت کیویتی از استخوان اسکاپولا مفصل است. این که حرکت میده مکمل حرکت میده. دایره مکمل است. دیگه حرکات به خاطر پای است. هفتم با نام اینورژن یاد میشه. اینورژن که کف پایه رو که به مرکزی که نزدیک میکنی این رو با نام اینورژن. کف پا نزدیک پایه اینورژن دور کردنی کف پا از یک دیگر. این رو فهمید؟ راسته سم اساس شبه سم راسته. ما فلکشن اکستنشن. اکستنشن پاس خواهد پاس باز. دیگه چی سعی کنید خب؟
یک دو اصطلاح دیگر هم هست. یک به نام نورمانز و نام سوپاینیشن است. مثلا دست است نه؟ این دست که حرکت این قسم حرکت میتی این به نام سوپاینیشن میگه. برعکسش که میگی این به نام پرونیشن میگه. این رو جسد زیاد استفاده میکنه. میگه جسد در وضعیت سوپاینیشن قرار بگیره. قسم قرار میگیره به نام سوپاینیشن است. پس برعکسش که هست این که رو باید خواه میکنه این رو به نام پرونیشن یاد میکنه. این سوپاینیشن شد. این به نام پرونیشن. پس ما می‌داریم این را در مفاصل متحرک این را انجام بدیم. گام بکنید. استاد